پل صراط، آن پل مشهوری بالای دوزخ. بی‌شبهه همه از این پلی که از موی سر باریکتر و از شمشیر تیزتر است میگذریم تا آن دمی که در 700 پرسجو نشوند. هیچ کس از حد خود نمیگذرد. 7 سوال در 7 ایستگاه. پس این 7 سوال چیست؟ و آیا شما در حقیقت آماده اید به این سوال ها جواب دهید؟ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در حدیث شریف درباره پل صراط چنین گفتند که از روی عمل برای بعضی ها خیلی آسان و برای بعضی ها خیلی دشوار است. جهنم پلی از موی باریکتر و از شمشیر تیزتر دارد. در آن گره ها و خارها موجود است که هر کی را که الله بخواهد میبندد. آدمان از بالای آن مثل میجه زدن یا گذشتی برق و یا مثل شمال و یا مثل گذشتی اسب میگذرند. فرشتگان گویند ای پروردگار آرامش بده، ای پروردگار آسایشتگی ده. نفرانی هستند که زنده میمانند، زخمی میشوند و روی به آتش افکنده‌اند. بله، طوری که از حدیث برمی آید مردم موافق مرتبهشان در نزد خداوند پل صراط را عبور می کنند. بعضی ها با سرعت برق می گذرند و بعضی ها خزیده این سفر را به آخر می رسانند. چنان که در قرآن آمده است در صور دمیده شود، یعنی اسرافیل علیه السلام دوبار می وزد. در اول جز آنچه الله می خواهد، هر چیزی که در آسمان ها و زمین است از وحشتش بلرزه آید و قیامت فرا رسد. در دفعه دوم مردم زنده می شوند و به سوی پروردگارشان می شتابند تا در میدان محشر گیر آیند. به کسانی که در این میدان محشر از نو زنده می شوند کتاب اعمال داده می شود که در آن کارهایی که در زمین انجام دادند نوشته شده است، چگونه که در آیات قرآن آمده است. هنگام دادن کتاب از جانب راست خبر دهنده جنت است و اگر از چپ یا از پشت داده شود خبری عذاب دوزخ است. هنگام در روی زمین بودنش فرشتگان کاتب و با نام کرام کاتبین همه چیز را و همه جا را در دفترها ثبت کرده اند. نیکی های کرده امان، گناه های صادر کرده امان، این همه در پیش نظرمان است. درباره این کتاب عملها در آیت 49 سوره کهف چنین آمده است: دفتر اعمال گشاده شود، گناهکاران را بینی که از آنچه در آن نوشته شدند می ترسند، می گویند وای بر حالمان، این چه دفتر است که هیچ گناه خرد و بزرگی را حساب نشده نگذاشته است. آنگاه عملهای خود را در مقابل خود بیابند و پروردگار تو به هیچ کس ستم نمی کند. بله، در روز محشر دفتر اعمال گشاده شده است. دفتر اعمال را گرفتیم و در آخری سفر هستیم، اما پیش از آن که می رویم یک ایستگاه آخرین وجود دارد. چون این ایستگاه است که از موی باریکتر و از شمشیر تیزتر است. بیشک جایی است که همه از آن می گذرند. پل صراط. هیچ کسی نیست که آنجا را عبور نکند. این حکم نهانی پروردگارت است.
صراط راهی است که طبق حدیث ها از بالای جهنم می گذرد. همه از آنجا می گذرند. مؤمنان وابسته به عملهای خود بعضی ها تیزتر و بعضی ها سست‌تر این راه را می گذرند. کافران و گناهکاران از پای افتاده به دوزخ می افتند. در حدیث پیامبرمان صلی الله علیه و سلم آمده است که او و امتش از صراط که در بالای دوزخ ساخته شده است اول می گذرند. گفتند که مردم به شفاعت عملهای نیکشان از آنجا به زودی می گذرند. پس هنگام گذشتن از این پل چه ها پرسیده می شوند؟ در صراط هر کس موافق اعمال خویش در زندگیش به حساب گرفته می شود. چنان که گفته گذاشتیم صراط را در 7 سطح پرسش نکنند کسی نمی تواند از آن بگذرد. 7 سوال در 7 ایستگاه. اولین چیزی که در ایستگاه پرسیده می شود ایمانمان خواهد بود. اگر ایمانمان قوی باشد ما از اینجا به آسانی می گذریم. اما این کار کنندگان یعنی کافران از ابتدای این راه به دوزخ می افتند. می دانیم که کسانی در دنیا امکان ایمان آوردن داشتند اما ایمان نآوردند، عاقبتشان جهنم است. با وجود آن که خداوند در هر لحظه دنیا خود را با صفتها و بندگانش معرفی می کند، اما کسانی که به نفس خود از ایمان سرکشی می کنند به دوزخ خواهند افتاد. حتی جهنم آنقدر سیر نخواهد شد که از خود می پرسد آیا پر شدی؟ او باشد آیا دیگر نیست؟ گفته جواب می دهد یعنی چی قدری که کافران زیاد باشند هم جهنم برای آنها بسنده است. اما نترس، اگر از کسانی باشی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند شاید در یک میشه زدن از آن مصیبت در محشر رهایی یابی. همان طوری که حضرت ابراهیم را به آتش پرتافتند و از آن آتش صحت بیرون آمد. اگر شما در دنیا یگان عملی را که شما را نجات دهد نداشته باشد گرچند که ایمان دارید پس شما حالا هم فرصت دارید. در عکس حال موافق گناه های شما چنگک هایی هست که شما را راحت نمی گذارد. اگر خود را از این چنگک ها نجات داده توانی خوش به حالت، اما اگر نجات داده نتوانی پس آتش دوزخ منتظر فرو بردنی تو می باشد. چنان که در سوره مریم آمده است پس کسانی را که از الله می ترسند نجاتشان می دهیم و ستمکاران را در آنجا به زانو زده می گذاریم. حالا ما راه خود را از بالای پل ادامه می دهیم. جهنم به تمام ترس و وحشتش در زیر پایمان چشمانمان را گرفته است. کوشش میکنیم نگاه نکرده آن پل را عبور کنیم. به آدمان گرد و اطراف می نگریم. از یک طرف از گناه خود پشیمان شده ها، از طرف دیگر به دوزخ افتاده ها. از یک سو نفرانی که در روی زمین بودند اما برای آخرت کار میکردند که آنها خیلی زود راه را عبور میکنند و یگان مشقت نمیکشند. در چنین حال ما به آن جای می رسیم که سوال دویم می شود. آن چیزی که ما در آنجا روبرو می شویم البته نماز خواهد بود که بزرگترین حقیقت بعد از ایمان است. نماز آن یکی از ستونهای بنای اسلام است. اگر نمازت کامل و خالص باشد حسابت آسان می شود، اما اگر نمازت درست نباشد شما با وضعیت مثل فرو رفتن بینا روبرو می شود. چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند نماز ستون دین است، هر کی آن را ترک کند دین خود را خراب کرده است. اگر نخواهیم که آتش دوزخ به ما برسد باید احتیاط باشیم که نمازمان مثل بینایی که ستونهایش پر قوت است باشد. اگر آتش جهنم را حتی از سوراخ سوزن می دیدیم سرمان را از سجده نمی برداشتیم. اینک
پس نمازمان مکمل و نمازمان درست شده است. اگر ثروتی که الله برای ما داده است برای رضایت او صرف نکرده باشیم، از سوار نوبتی خوشنود نخواهیم شد. زیرا از ما میپرسند که داراییت را در کجا صرف کردی و به کیها تقسیم کردی؟ یعنی آیا زکات میدادی؟ بله، این را میپرسند. اینک فکر کنید، با ثروتی که آفریدگار به تو داده است زندگی میکردی و اندیشه میکردی که آن تنها از آن تو است، یا زکات را که الله تعالی فرموده است به صاحبانش بده، اما تو به جایی که به آنها بدهی با خود جمع میکردی. از چنین حال باید به الله پناه ببریم. اگر ما ثروت را در خود نگه داریم، جنت نیز ما را از خود نگه می‌دارد. اگر به رضایت الله مال خود را به دست آورده و خرج کرده باشیم، در ایستگاه دیگر از روز امان پرسش می‌شویم که چون بر امت‌های پیشین فرض شده بود، بر ما نیز فرض است. اگر خواهی که در این پرسش ای کاش نگوییم باید قضای روز امان را که در گذشته با بهانه‌های گوناگون نمی گرفتیم به اتمام رسانیم، اکنون به ایستگاه پنجم رسیدیم. در این ایستگاه ما را از سفر حج پرسش می کنند. وقتی امکان مالی نداری که وظیفه حج را به جای بیاری، امکان پیدا کردی، پس این وظیفه را اجرا کن. اگر پس از فرصت مالی که الله به ما داده است با بهانه‌های گوناگون این وظیفه را اجرا نکنیم، پس ما به حساب خیلی وزنین روبرو می شویم. در ایستگاه ششم ما این دفعه به موضوعی رسیدیم که بدون استثناء به همه داخل دارد: حق بنده و صله رحم. ما حق بنده را تنها همچون غصب مالکیت کسی میفهمیدیم، در حالی که بسیار چیزها در حق بنده راست می آید. بعضا ما این کار را ندانسته می کنیم، بعضا ما این را دیده و دانسته فکر می کنیم که هیچ چیز روی نمی دهد. مثلا آدمان درباره کسی هرچی می گویند، اما ما آن کلمه ها را بدون تحقیق به دیگران می رسانیم. همین طریق ما به یک قسم تهمت و یا غیبتچی می شویم. مفهوم عائله و خویشاوندان نیز در اعتقاد ما خیلی مهم است و این نیز باید اعتبار جدی داد. بله، ما نه همه وقت با خویشاوندان موافق هستیم، حتی شاید از رفتار بعضی آنها ناخوشنود می شویم، اما این معنای آن را ندارد که ما صله رحم را یعنی خویش و تباری را با آنها قطع کنیم. مثلا بیایید اصحاب کرام را دیده برایم. بعضی از والدین آنها حتی مسلمان نبودند، با وجود این آنها به جز حرام کرده های الله برای گرفتن رضایت آنها حرکت میکردند. پس از گذشتن همه اینها ما به پاک بودن یعنی غسل به حساب گرفته می شویم. در حقیقت اگر ما 6 مسئله گذشته را حل کرده باشیم، پس به خواست الله از جمله آنهای باشیم که به پاکی اهمیت می دهند. اگر ما به پاکی اهمیت نداده باشیم، پس کامل بودن گذشته این 6 سوالمون امکان ناپذیر است. در آخر این همه ایستگاه ها جهنم آنچه را که به او تعلق داشت گرفت و اکنون وقت آن رسیده است که بهشت آنچه را که از آن خودش است بگیرد. پیامبرمان صلی الله علیه و سلم در حدیث می‌فرمایند که بسیاری از بندگان خالص از صراط گذشتنشان را حس نمی‌کنند و از فرشتگان می‌پرسند که صراط و دوزخ کجاست؟ ما از آنجا گذشتیم. فرشتگان می‌گویند شما از بالای صراط و جهنم گذشتید، ولی آتش دوزخ از نور شما دور شده و پوشیده شد. آتش جهنم به مؤمنان میگوید ای مؤمنان، از بالایم زود بگذر، چون که نور تو آتش مرا خاموش میکند. اگر پیروز شده توانیم انشاءالله در آخر این سفر به مکانی خیلی زیبا روبرو خواهیم شد که آن را نه با چشم دیده شده است
نه با گوش شنیده شده است و نه به خیال انسان آمده است. پاک بودن و پاکیزه زندگی کردن در اصل آنقدر دشوار نیست. برای مقاومت با فسادی های آخر زمان باید ما یک مقصد یا هدف های معینی داشته باشیم. آن چیزی که به شما فهمانیدیم حکایه و خیالات نیست. پس با سبب حیات گذرای این دنیا آیا میخواهی حیات ابدی آخرت را از دست بدهی؟ خب به کدام از اینها بیشتر اهمیت میدهید؟ این پول موقتی دنیا را و یا پول صراطی که به حیات ابدی میبرد؟